رفته اسرائیل. اساسا آمریکا مایه شر در خاورمیانه بوده. یعنی این سیاست‌های دوگانه که شما یک عده معدودی رو ترجیح بدید به یک عده کثیری، مایه ایجاد شر میکنه دیگه. تحمل نمیکنم. رفته اونجا، من اگه رئیس جمهور بشم پایتخت اسرائیل رو میارم در این جروزالم. یعنی چیزی که شر بزرگ درست شده این آقا داره دامن میزنه. این رفقای ما طرفداران استبداد سابق افتادن دنبال رامنی که بلکه این بیاد یه خرابی بکنه ایران، شاید ما شانسی بیاریم دوباره برگردیم بریم سر کاسبیمو. اما بوی کباب نمیاد، ایشک داغ میکنن، خبری نیست. رامنی گفته من پام برسه وایت ها شروع میکنم به بمبارا، کف میزنن برای رامنی. بلکه ما ایرانی هم هستیم. نوستالژی زور دارن آقا، زور از دست اینا گرفتن، نوستالژی دارن. عزیز من این زور رو از دست کسی بگیری دق میکنه. نوستالژی زور دارن آقا، از دستشون گرفتن نمیتونن ببینن. حالا حاضرن اون مملکت تخریب بشه، همه آدماش هم علیل و ذلیل بشن، به شرطی که اینا برگردن برن در دکون قدیم باز بکن. هر دشمن ایران که پیدا میشه اینا کف میزنن توی تلویزیونا. رامنی آدمی نچسب‌تر و بیمزه‌تر و خنک‌تر از این رامنی من ندیدم. اصلا لمس انسانی نداره، انگار آهنیه. آدم آهنیه. یه میلیونریه که به طور کل در همه عمرش اون چه بهش human suffering میگن در این زبان انگلیسی، اصلا نمیدونه چی هست. کارگر به درک. به اینا میگن رابن هود وارونه، یعنی از بدبختا بگیری بده پولدارش همشون گنده تر بشه. این سیاست چی؟ اما خبری نیست. من گمان نمی کنم، چون من هیچ چیزی رو آدم احمق فقط پیش بینی میکنه چیزی. گمان نمی کنم این آقای رامنی به حکومت برسه در این مملکت. گمان نمی کنم، به جهت این که این آقا بدترین سخنورانه، اصلا نمیتونه کنکت بکنه، نمیتونه جذب بکنه کسی رو. وقتی سخن میگه به چشم مردم نگاه نمیکنه، حرفای خنک، رفتار خنک. رفته اونجا گفته که من این جروزالم رو میکنم پایتخت اسرائیل، بعد رفته لهستان. آقای رامنی فکر کنم لهستان بود، امیدوارم اشتباه نکنم، حالا فکر کنم یه جایی ولی حرف زد. آقای رامنی به سوالا چرا جواب نمیدی؟ یه مسئله تو آمریکا هست، یک اسلنگی هست، عذر میخوام از شما، kiss my ass، یعنی بیا مقعد منو ببوس. این بدترین توهینه. این به خبرنگاره اینو گفته. این ایدئال این طرفداران استبداد سابق. هر شری تو دنیا هست، هر آدم عوضی هست، اینا دنبال اونن. یکی دو گروه هستن. اصلا میخوام خدمتتون در این 30 ثانیه آخر اینو بگم که این گروه های خارج از کشور، نسل ما، دموکرات از اینا بیرون نمیاد. دوستان عزیز، چرا؟ چون تعلیم دموکراتیک ندارن. نگاه کنید آقا، هر عقیده پیدا میشه بقیه به این فحش میدن. آقا تو چرا فحش میدی؟ برو حرف خودت بزن. چون ماگه دموکراسی تحمله. آقا تحمل، هر کسی هر چی دلش بخواد باید بتونه بگه. فحش میده. هیچ کدوم همو تحمل نمیکنه. 1% به اشکال بشود آدم دموکرات پیدا کرد. دموکرات، آقا دموکرات میگه تا حرف دموکراسی بزنی. حرف دموکراسی چاره دیگه نداری جز که حرف دموکراسی بزنی. نمیتونی بگی استبداد چیز خوبیه که، اما در عمل همشون استبدادی هستن. چون تعلیمشون یا انسان‌های روزگار قدیم یا جز دار دسته مستبدین بودن و امروز یا قربانیان استبداد.
این هر دو ذهنیت هر دوش استبدادیه، چون با استبداد عادت کرده و بزرگ فرهنگ روزمرهش استبدادی. آخه میشه دسته سیاسی را بیفتی تو به عوضی که عقاید خودتو گسترش بدی به دیگران نفی بکنی. این چند تا بدبخت هم هستن، واقعا بدبخت اگه بگم کم گفتن، آوردن کشیدن اینا رو تو این رسانه ها، بیچاره های مفلوک، واقعا مفلوک. اونا هم دارن کمک میکنن. وقت ما تمام شد هموطنان. این سخن پایان ندارد ای جواد، ختم کن والله اعلم بالرشاد.